در این درس روزهای هفته و ماههای سال را یاد خواهید گرفت. السلام علیکم، څنګه ګرانو زده کوونکو، نوی کال مو مبارک شه. سال نوتان مبارک. امید که جور و صحتمند باشین و سال پیش رویتان سال پر از سلامتی، ثروت و آگاهی باشه. روزهای هفته و نام ماههای سال یکی از مهمترین نامهایی است که باید یاد داشته باشین و به خاطر بسپارین. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشین و برای حمایت از ما لطفاً ویدیوی ما را لایک کنین و یک کامنت کوتاه و دلنشین بگذارین. لطفاً بعد از من تکرار کنید. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. خالی، خالی. یوانی، یوانی. دوانی، دوانی. درینی، درینی. څلورنی، څلورنی. پنځنی، پنځنی. جمعه، جمعه. د میاشتو نومونه، د میاشتو نومونه. وری، وری. غوی، غوی. غبرګولی، غبرګولی. چنگاخ، چنگاخ. زمره، زمره. وږی، وږی. تله، تله. لړم، لړم. لیندی، لیندی. مرغومی، مرغومی. سلواغه، سلواغه. کب، کب. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید عقب نمانین. که دا ویدیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ او زموږ د چینل غړي شئ. تر راتلونکي درس پورې په مخه دیخه د خدای پامان.